جان نثار؟ آره جان نثار هم اینجوری بود دیگه. میدونی چه جوری شده بود؟ دیشب همچین 4 چنگولی و مونده بود و انقدر داد وزن عربده بکشید که دیگه بابام و کیوون با طناب بستنش. تا صبح عربده وزن نذاش یه چرت بزنم. به بابام گفتم وکشمش راحت بشیم دیگه نذاش. ببین من مریض دارم باید برم. این قرصو بهش بدین خوب بشه. من باید برم. خداحافظ. ببینم تو تا صبح تو این اتاق خوابیده بودی؟ ها ولی نذاش یه چرت وزنیم. چطور مگه؟ هیچی تو دیگه کی هستی بابا؟ ای کی بید؟ ای جان نثار بید. جان نثار صداش نوکو خو ابله برو تو. اونجا رو نگاه وکنید. ما باید از وسط اینا رد بشیم. من بگویم که من برم ای کتاب تاریخ برره سردار خان احتمالاً دارم من بگیرم. باستا صبر کن. من یه چیزی رو در رابطه با اینجا متوجه شدم. اینا که مغز ندارن نمیفهمن چی کار میکنن. اگه بهت نزدیک میشن برای اینه که میخوان تو هم زامبولی بکنن. خب فقط کافیه که نشون بدی تو هم عین اونا زامبولی. وات کاری ندارن. دستاتو اینجوری ببری جلو، چشات هم اینجوری بکنی. حواستشون رد میشی میری. ای الا اینجور خوبه. الان خود جنسی دستاتو بیار بالا قشنگ. آها همینجوری حواست چشات باز. همینجوری حواستشون رد میشی میری. اون وقت من چی کار بکنم؟ تو همینجوری خوبی نمیخواد کاری کنی. فقط دستاتو بیار جلو اینجوری. صورتت خوبه تغییر نده. آره بریم. بریم. درسته آب سربه. من بهتون نگفته بودم. منم تو کافه چای نخود خورده بودم. منتها من آب سرب خورده بودم. ببین من زامبولی نشدم. حالا ای اثر میکنه. آره. تو گنده بک تو این مدت تو کجا بودی؟ زیر این میز قایم و شده بودم. زیر این میز قایم شده بوده؟ ببخشید شما با این هیکلتون چجوری زیر این میز قایم شده بودی؟ اینا دارن حال بیان. ای آلبالو، ای شفتالو، پامادور، قربان اون دستای بیکارت برم من.